سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به قسمت هفتم از آموزش مقدماتی نرم افزار بلندر. دوستان، در این قسمت میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری به اون تکسچری که میدیم به اون آبجکتمون حجم بدیم و اون پسی بلندی هایی که توی اون جایی که براش مشخص شده رو بهش بدیم. مثلا بین سنگ ها مثلا پایین بالا بشه اینجوری. همه این آبجکت های دیفالت بلندر رو حذف میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما دوستان لایک کنید ویدیوها رو. خیلی لایک همون کمه چون واقعا دارم بهتون خوب آموزش میدم و اگرم چک کنید که حتما کانالمون رو سابسکرایب کرده باشید و نظراتتونم یا آموزش هایی که میخواید براتون بسازم رو زیر ویدیو بهم بگید. حتما براتون میسازمش و تکسچرایی هم که توی این ویدیو میخوایم استفاده کنیم لینکش رو زیر ویدیو براتون گذاشتم که سایت پلی هاون هستش. بدون معطلی یه دونه پلن میسازیم و بزرگش میکنیم. تب رو میزنیم، از اینجا میریم داخل ادیت مود، ساب دیواید رو میزنیم، کلیک راست ساب دیواید تا به این صورت در میایم کنترل 4 رو میزنیم که یک ساب دیویژن 4 برام بیاره. رندرش هم بکنید 4 به این صورت انتخابش میکنید. میریم داخل شیدینگ نیو و این نود پرینسیپل پی اس دی اف رو سلکت و میای داخل ادیت پریفرنسز و از اینجا نود رو سرچ میکنید که این نود ونگله رو فکر کنم توی قسمت دیگه شما فعالش کرده باشین، توی این قسمت قبل یا قبلترش فکر کنم. این رو تیکش رو میزنید و از اینجا این رو سلکت کردین، کنترل شیفت تی رو میزنید و میرید به اون جایی که تکسچر ها رو ذخیره کردید که مال من اینجا هستش. بهتون یه پوشه میده به این صورت. اینا هستش به داخل تکسچر این 4 تا رو انتخاب و پرینسیپل تکسچر شیدر رو بزنید. یکم طول میکشه. خب میبینید که براتون به این صورت تکسچر رو اضافه کرده و هیچ حجمی نداره فعلا، چون توی نمای چیز هستیم متریال پریویو. این رو بذارید روی سایکل رندر رو، جی پی یو بذارید روی سی پی یو رو تغییر بدید به جی پی یو. این رو هم همین 1024 بذارید که چون کارمون خیلی سنگین نیست. وقتی که این آبجکت پلن سلکت هستش برید داخل متریال سیتینگ و از اینجا این بامپ آنلی رو به دیسپلیسمنت اند بامپ تغییر بدید. برید داخل لیاوت رندر مود رندر ویو، این خطوط رو از اینجا غیر فعال کنید. اینجا سینز ورد رو فعالش کنید و یک HDRI بجز این باشه چون خیلی جالب نیست، سایه ها رو به ما نشون نمیده زیاد. این خوبه، این خیلی خوبه. میایم داخل شیدینگ دوباره این رو میزنیم چون دیگه اون برای هر ویوپورت جدا هستش. این بود نه این بود همین خوبه. میایم از اینجا دیسپلیسمنت رو مید لولش رو یکم کم میکنیم، مثلا 600. اسکیل رو هم بازم کم میکنیم دیگه. این به بستگی به خودتون داره که بخواید اون زمینتون چجوری ساخته بشه. مثلا 700 خوبه. میایم داخل لیاوت و میبینید که چقدر با جزئیات خوب این زمین رو برای ما ساخته. که شما الان بخواید برید این رو مدل کنید ساعت ها باید وقت بذارید، یا با مودیفایر ها یا همون لندسکیپ دیفالت های بلنده. دوستان یه چیز رو بگم که این یک توهم هستش، این حجم ها و توی سایکل فقط میاد، مثلا توی ایوی ببینید نمیاد. این یک قابلیت خوبه سایکلی مثلا الان، ولی توهم برای چشمه. ولی مثلا یک کیوب رو بیایید میبینید که مثل یک حجم عمل میکنه این متریال.
ولی این اگه مدل بشه خیلی حجمش از این بیشتر میشه، سنگین‌تر میشه. اگه بیاید داخل سالید ویو مثلا اینجا میبینید که یک پلن خالی هستش. میایم به داخل رندر، از اینجا این پنجره بالا رو از این فلش تغییر میدیم به یووی ادیتور. از اینجا میریم داخل ادیت مود، میبینید که یک پلن هست. از اینجا وقتی میرید داخل ادیت مود این چیزایی مثل الگو میاد که جلسه قبل بهتون گفتم. ای رو میزنید و اسکیل. وقتی اینو اسکیلش کنید ذرات این صخره ها بیشتر میشه، یعنی جزئیات بیشتر میشه، دانه هاش ریزتر میشه. میبینید که من الان مثلا این رو خاموشش کنم، بزرگش کنم، میبینید که هی داره ریزتر میشه. ولی اینجوری کوچیکش کنم داره هی بزرگتر میشه. این صخره ها میبینید که خیلی بزرگ شده. خب دوستان این بود از این آموزش. این بود از این آموزش. امیدوارم که از این آموزش بهره کافی رو برده باشید و از توی کاراتون ازش استفاده کنید و تا ویدیوی بعد حتما لایک هم کنید و کامنت برام بذارید و سابسکرایب کنید لطفا. و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.